27 سپتامبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه درواز 3 کارخانه نو استحصالی از جمله جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان را به استفاده داده با روند استحصالات شناساندند. جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان در دهه دورابک ناحیه درواز در اساس دستور و راهنمایی‌های همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی مسعود زکریایف در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی صنعتی کنانی با سرعت کشور بنیاد گردیده است. سمت اساسی فعالیت کارخانه کارکرد و بندوبست میوه و سبزیجات و استحصال چیپس بوده محصولات نهایی برابر تامین بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات کرده می شود. تجهیزات و خطهای تکنولوژی کارخانه نو صنعتی از دولت‌های پیشرفته جهان از جمله آلمان، روسیه، ترکیه و اوکراین وارد و وصل و نصب گردیده است. اطلاع داده شد که روند استحصالات در جمعیت دارای مسئولیت محدود میوه‌های بدخشان توسط 2 خط تکنولوژی چیپس براری و نوار میوگی عملی می‌گردد. کارخانه امکان دارد که در یک شبانه روز 1.13 تن و در دوام یک سال تا 400 تن محصولات را کارکرد نماید. در کارخانه در مرحله اول 9 نوع محصولات از جمله 4 نمود چیپس از لبلبو، سبزی، نوک و سیب و 5 نمود محصولات سرغیزه و بیولذت از میوه استحصال کرده می شود. میوه و سبزیجات برای کارکرد و بندوبست به کارخانه در اساس شرطنامه از باغپروران و کشاورزان ناحیه درواز دسترس می گردد. استحصالات کارخانه زیر تمغه کران اکافروتس در اساس استانداردهای ملی و بین المللی بندوبست و به بازار استعمالی پیشنهاد می گردد. کارخانه دارای نقطه‌های قبول محصولات خام، شستشویی، خشک‌نمایی، ریزه‌سازی و جدا کردن محصولات نقصدار بوده. روند فعالیت خطهای استحصالی پورا توسط تکنولوژی معاصر نظارت کرده می شود. همزمان برای نگهداری محصولات تیار در کارخانه انبار علاهیده با گنجایش 40 تن محصولات موجود است. مورد به ذکر خاص است که محصولات کارخانه از لحاظ اکولوژی 100% طبیعی است، زیرا به آن یگان مواد کیمیایی برای خوش صفت و بالذت شدن علاوه کرده نمی شود. با مورد استفاده قرار گرفتن کارخانه نو استحصالی بیش از 20 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. میناداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم، زیرا با دستگیری آن کس چنین کارخانه ها ساخته می شوند و ما زنان و دختران خانه نشین با جای کار تامین می گردیم. در کارخانه میوه های بدخشان برای ما زنان و دختران تمام شرایط مهیا می باشد. کارخانه در مهلت خیلی کوتاه در دوره آمادگی ها به استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با خرج 4 میلیون سومانی با سطح و صفت بلند در مساحت 1148 متر مربع ساخته شده است. راه اندازی استحصال چیپس از میوه‌های خوش‌طعم و لذیذ وطنی تجربه نخستین بوده در اساس دستور و راهنمایی‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان تأسیس کارخانه و کارگاه‌های معاصر کارکرد دسترنج باغپروران را در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت به نقشه گرفته است. کارخانه نو استحصالی رو در دایره دستگیری‌های به‌واسطه پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان از بخش خصوصی ساخته به استفاده داده. در کارخانه محصولات از اشیاء خام محلی در اساس طلبات بین‌المللی استحصال می‌گردد و استحصالات ما اساساً برای صادرات روانه گردیده است. کارگرد میوه و سبزیجات در کارخانه به استفاده از موادهای شیمیایی میباشد و به سلامتی ضرر ندارد. روند کارکرد میوه و سبزیجات در کارخانه با استفاده از تکنولوژی معاصر عملی می‌گردد. یکی از هدف‌های اساسی تأسیس کارخانه این تأمین ساکنان محلی با جای کاری نو و دستگیری باغداران و کشاورزان محلی منطقوی میباشد.
بنیاد کارخانه معاصر صنعتی در ناحیه درواز با مقصد استفاده پوره از امکانات و اقتدارهای موجوده عملی گردیده عامل مهم در سمت تامین ساکنان مملکت با جای کار دائمی و یک قدم استوار برای صنعتی کنانی با صورت کشور دانسته می شود. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان اقدام صاحبکار وطنی را برای سهم گذاشتن در تطبیق هدفهای سازنده و بنیادکارانه رهبریت عالی حکومت مملکت در سمت تأسیس جایهای نو کاری، کارکرد محصولات خام وطنی تا حد نهایی و رشد دهات نمونه عبرت ارزیابی کردند. سرور دولت به مسئولان برای دستگیری از این گونه اقدام‌های بنیادکارانه و منبع نیز تأسیس دادن کارگاه و کارخانه‌های نو صنعتی جهت کارکرد و بندوبست میوه و سبزیجات تازه طبیعی مخصوصاً از منطقه‌های بلندکوی مملکت دستور و مصلحت‌های سودمند دادند.